کشیده و غم دیده از فرزندانی برکمال هر سو جدا گشته با حالتی ناامیدی ناافتاده با گشادن راهی روشنایی علی یهودیان بخاری کمری خدمت بسته خود را به ایجاد میزنند. با شیوع حسن کاری وزبین و اما فقر را پیشه گرفته همچون ترجمانی ماهر اما فهم کنانیدن کتاب‌های قادس خدمت بزرگی کرده است. او از 50 زیاد کتاب‌هایی به تاریخ خلق اسرائیل دین و شریعت تعلق داشته ترجمه کرده بودند. کتاب‌هایشان تامار و امنون، یوسف و زلیخا، 7 برادران، پوریم نامه، موسی نامه و دیگرها بودند. شمعون حسن صاحب علم را دوست، صاحب قلم، صاحب زبان، ترجمان ماهر، قوی اراده بافن بودند. از بین پسرهای آنها من زن و فرزندان قاطان حکم را دیده‌ام. از بین دختران سارا مادری شلمیل را دیده‌ام. کار با دختران شلمیل به خانه ما آمده رفت داشتند. سارا یک زنی قد بلند، کلچه روی، خوش روی بزی بودند. در تنشان کرته اطلسی موشی سفیدی، رخهای سیادار، در سرشان رویمالی بخاریچه بستگی بود. در بالای آن باز یک رویمالی کرامپت افتاده بودند. من را با خود شلمی طلای حیثیگول هوشیار را آشنا کردند. شلمی طلای و اول من را نشناختند، فراموش کرده بودیم. ثانی‌تر به یادشان آیله ما آمد. همه نام‌های آیله ما را گفته دادند و خنده کردند. زن و فرزندهای قاطان حاکم را می‌دانستند. زنشان بلوری مولایونا بود. آن کس به خانه بایها رفته سر و لباس و چیزهای انتیکی می‌فروختند. آنها 4 پسر و 3 دختر داشتند. پسرها یوسف، ابا، عزرا، داوید. دخترها حیسی، ربقا، راحیل. ابا شوهری فریحا عمه من بود. آنها در شهر بخارا زندگی می‌کردند. عزرا داماد ابراهام یونس شوهر یافا بود. در شهر مسکو زندگی می‌کردند. قسمشان سوداگری بود. یادداشت‌های مادرم حیسی مکتب نخوانده‌اند. خواندن و نوشتن را پدرم یاد داده بودند. مادرم شب‌های معیدها برابری مردها تورا را می‌خواندند. درباره شمعون حسن نقل کرده کتاب‌های آن کس را نشان داده می‌گفتند این کتاب را شمعون حسن ترجمه کردند. بر شب‌های زمستانی دراز از متن‌های آن کس خوانده می‌دادند. تامار و امنون، یوسف و زلیخا را خوانده بودند. ما با شوق گوش می‌کردیم. در خانه ما این کتاب‌ها بسیار بود. یادداشت‌ها از بابایم شلموی حاکم پسری داوید حاکم بودند. داوید برادر کلانی شمعون حاکم بود. بابایم خصلت‌های خوب انسانی داشتند. انسان دوست، غمخور، دلبر، یاری رسان، رحمدل، راستکار، راست قلب، دلساز، جگر دوست، آدم دوست، چق می بودند. به کسمی بابایم دلال و سوداگری بود. بابایم به شهر مسکو رفته از فابریکی متاع بافی مراد و وگان مال خریده و بخارا می‌فرستاندند. پدرم آن مالها را قبول کرده به دیگر سوداگرها می‌فروختند. بابام در بخارا با همراه قاطان حاکم کلیسای کلان دعاشیانی بزرگ ساختند که آنجا عبادتخانه یهودیان بخاری شد. انسان دوستی بابایم از آن معلوم بود که خدمتگار خانه‌شان نیقدم را به شوهر داده خودشان توی را گذرانیده‌اند. همه وقت از زندگانی آنها باخبر بودند. معرفی کتابی راهی روبن عرب می‌نویسد. روزی از روزها اسرائیل از مکتب آمده ایستاده درختی توتی در راه بوده را سنگفاران می‌کند. یوسفی راهگذر مولا شلموی حاکم به آن بچه فکر نمی‌کنی که با این سنگ راهگذر را معین می‌کنی؟ بچه در جواب می‌گوید گوش نباشم چورم. مولا شلمو را رحمخوری مجبور می‌کند که
دستی آن بچه را گرفته به خانه خود برد. همون یتیم بچه پدرم بودند. یتیم بچه از سال 1879 تا سال 1886 در خانه شلموی خاخام زندگی می کنند. اولیای اسرائیل به شلموی خاخام مکتوب راهی کرده التماس می کنند که اسرائیل را در شهر سیرآباد آزاد کنند. ثانی شلموی خاخام خط را گرفته به نزد اسرائیل آمده می خواند. آنگاه اسرائیل 13 ساله بود. بعد از شنیدن این مکتوب خود را به دست گرفته نتوانسته اشک‌های چشمشان حلقه می‌زند. شلموی خاخام میگوید تو را به نزد برادران از فرستانم میروی؟ گفته میپرسم اسرائیل پدر کمی فکر کرده اگر شما پدر و نان و نمک دادگیتان راضی باشید. برادرهایم را پزبان شدم. از این زیاد چیزی گفته نمیتوانم. اختیار به شما میباشد. مولا شلمو از راستکاری اسرائیل راضی بوده یک چند تنگه بخاری را برآورده میدهد که پولی را شود. گفته دعا کنان او را بوسه میکنند و با همراه کاروانباشی به اختیار برادرها روانه میکنند. آن حادثه در یکی از روزهای دوشنباتی ماه ایاری سال 1886 شده گذشته بود. در سال 1894 اسرائیل پدر با چینی دختری مولا اسحاق علیشا به واسطه کلینک 1000 تنگه بخاری بود خانه‌دار می شود و با همین چینی با نام بیبی هزاری صاحب می شود. سال 1901 نسل آنها زیاد شده اسرائیل پدر صاحبی پسر گشته ولی برای گذراندن مسوا امکانیت پیدا نکرده نتوانسته پدرخوان خود را تکلیف می کند. صندوق بچه را به آن کس می سپارد. شلموی خاخام مسوا را گذرانیده با آن فرزند یعقوب نام می دهد. دوستی شلموی خاخام همچون دوستی پدر و فرزند خود می گردد. یک چند سخن درباره خودم. من هم از اولاد شلموی خاخام می باشم. نسل چهارم بابا کلانم داوود خاخام با شلموی خاخام برادری کلانی بودند. همه آنها اولاد خاخام آدمانی پیش قدم اینتلیجنت بودند. من میخائیل خاخاموف در سال 1920 در شهر بخارا تولد شدم. اول مکتب 7 ساله را تمام کرده بعد به تختیکوم پداگوژی شهر بخارا داخل شده آن را در سال 1938 به اتمام رسانیدم. عنوان معلمی صنف‌های ابتدایی گرفتم. من در سال 1951 به انستیتوت پداگوژی شهر دوشنبه به فاکولته زبان و ادبیات و شعبه غایبخوانان داخل شده سال 1958 به اتمام رسانیدم. در سال 1938 به شوهر برآمده بودم. صاحب 2 فرزند شدیم. سویتلانا گاوریل. سویتلانا همشیری تیپی شده کار میکند. گاوریل انجینیر الکتریکی میباشد. آنها 4 نفری فرزند دارند. همه نبیره ها اونیورسیته میخوانند و کار میکنند. شوهرم انجینیر ساختمان بودند. از سال 1941 تا سال 1946 در صف ارمی سوویتی در فرانس با عنوان لوتنانت کلان خدمت میکردند. در فرانس خدمت‌های شاهان کرده با اردن میگرها برگشتند. در سال 1982 وفات کردند. من از بس که در صنف‌های ابتدایی بسیار کار کرده بودم آن کارها را نقل از خود کرده بودم. برای صنف‌های 5 و 10 درس زبان و ادبیات دادن جرأت نکردم. دیلم نشد که از کودکان میدان جدا شدم. من در صنف‌های 1 و 3 احتقیدی با آبله‌های کلان کار میکردم. جای اساسی کار من در شهر دوشنبه مکتب رقمی 3 و 57 بود. همچون معلمی استعداد رهبری سکشن صنف‌های ابتدایی در مکتب و هم در رایون مرکزی شهر دوشنبه تعیین میکنم. همچون معلمه تجربه‌دار بین معلمان شهر و رایون‌ها درس‌های نمونه‌ای می‌گذرانیدم. این درس‌ها با اسباب‌های عیانی و دیداکتیکی تکنیکی می‌گذشت.
در سکسیه ها، کنفرانسی ها سیزی معلمان ریسپوبلیک با موضوعهای گوناگون برآمد میکردند. تعلیم مهنت در صنف‌های ابتدایی، مسائل‌های دیدمتگی در درس‌های اریتمتیک، حساب دانشی در درس‌های اریتمتیک برای صنف‌های یک و سه، بعضی مسائل‌های تعلیم گراماتیک و املا در صنف‌های ابتدایی، متدهای گذراندن انشا در صنف‌های ابتدایی، تربیت کودکان در عائله، گذراندن خوانش بیرون از صنف در صنف‌های ابتدایی، فایده مهنت پدر و مادران برای خلق، کارهای فهماندن مغزهای نو در درس‌های گراماتیک، فهماندن آوازهای کلمه در صنف‌های یک و دیگر. در جماعت‌های پیانیران هم برآمد می‌کردم. من را 3 مراتب به صف پیانیری فخری قبول کرده بودم. به گزیته پیانیری تاجیکستان، گزیته معلمان، ژورنال مکتب سوویتی مقاله‌هایم را چاپ می‌کردم. به اینستیتوت تحقیقاتی معلمان و بر معلم‌های رایون‌های نزدیک متدیک گراماتیک دست می‌دادم. همچون متدیست به اینسپکتور گورونا در دست‌های معلمان شهر دوشنبه را سنجیده مصلحت‌های متدیکی می‌دادم. باز همچون متدیست هفته یک بار روزی درسی کشاب می‌گذراندم. معلم‌های شهر و رایون‌های نزدیک اشتراک می‌کردند. طلبه‌های صنفم به رادیو و تلویزیون برآمد می‌کردند. من آن برآمدها را تکرار می‌کردم. پیانیران صنفم به سیز زنان معلمان کارخوشیان اشتراک نمی‌دادند. اشتراکچیان آن سیز را تقدیم می‌نمودند. آن برآمدها را من تکرار می‌نمودم. شاگردان من شاعر نتن خانان، حمید نظر کارکنی سوویتی عالی، رضا جانب اسلام کارکنی پرتیاری، رحمان احمد دیرکتوری رستوران، مولا جانب میشه، مولا جانب اوریق معلمانی پیشقدم. مدت فعالیت معلمانم 6 سال باشد. برای مهنت‌های شاهانم وزارت معارف تاجیکستان گراماتیک‌های فخری سپردند. باز عنوان علاجی معارف خاص، عنوان معلمی خدمت نشان داده ریسپوبلیک تاجیکستان، مدال‌ها برای وتران مهنت، مدال با 100 سالگی علم سپرده بودند. من حاضر برای جمع آوردن ضرب و مثل‌های خلقی کار کرده ایستادم که آن ضرب و مثل‌ها از 1500 تا زیاد می‌باشد. در سال 1991 با نبیرم ملیک به دولت اسرائیل آمدیم. شیرا خورسنده باشه بیا کدامشو پخش کنه.